بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در ادامه سلسله دروس احادیث شریف از کتاب سنن ابی داود رسیدیم به باب کراهیت مس الذکر بالیمین فی الاستبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. باب کراهیت مس الذکر بالیمین فی الاستبراء. مکروه است که در وقت استنجا شخص از دست راست خودش استفاده بکنه و به آلت خودش بزنه، یعنی با دست راست به آلت زدن مکروه می باشد در وقت استنجا. و به قال حدثنا مسلم بن ابراهیم و موسی بن اسماعیل، این هر دو تا استادای امام ابو داود رحمت الله علیه می باشند. قال حدثنا ابان بن یزید، نام پدرشان یزید می باشد، مکنا است به ابو یزید بصری، ثقتون، فرمودن کان یر القدر، یعنی نظریه اعتزالی داشت، در سال 160 هجری وفات کرد. قال حدثنا یحیی عن عبدالله ابن ابی قتاده. مراد از یحیی کی است؟ یحیی ابن ابی کثیر. یحیی ابن ابی کثیر روایت میکنه از عبدالله ابن ابی قتاده. عبدالله ابن ابی قتاده مکنا است به ابو ابراهیم، براش ابو یحیی مدنی هم میگن و در سال 95 هجری وفات کرد. عبدالله ابن ابی قتاده عن ابیه، از پدرش ابو قتاده. حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه اصحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه که نام اصلی ایشان حارث بن ربعی هست. حارث بن ربعی. ابو قتاده کنیه ایشان می باشه، نامشان هست حارث بن ربعی و تنها صحابی است که این کنیه رو داره. ابو قتاده تنها برای همین شخص، یعنی حضرت حارث بن ربعی رضی الله تعالی عنه می باشه و فرمودن ولا یعلم فی الصحابه من یکن بهذه الکنیه سواه. در صحابه کسی دیگر چنین کنیه نداشته، فقط ابو قتاده است که این کنیه رو داره. ابو قتاده کی است؟ علما میفرمان فارس رسول الله صلی الله علیه و سلم، او گویا که شهسوار رسول الله و اسب سوار رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه انشالله در باب من نام عن صلاة او نسیها در اونجا ذکر میشه که چرا برای ابو قتاده فارس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشه. شخصیت بزرگوار در جنگ احد و غزوات بعدی شرکت داشت، اما در بدر شرکت نداشت. در سال 54 هجری وفات کرد در حالی که 70 سال عمر داشت حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه. قال نبی صلی الله علیه و سلم اذا بال احدکم فلا یمس ذکره بیمینه. هرگاهی که از شما بول کرد پس نباید که آلت خود رو با دست راست خودش دست بزنه. و اذا اتى الخلاء فلا يتمسح بیمینه. و هرگاه رفت به خلا برای قضای حاجت پس استنجا نزنه به دست راست خودش. فلا یتمسح یعنی فلا یستنجه، نباید که استنجا بزنه با دست راست خودش. و اذا شرب فلا یشرب نفسا واحدا. و هرگاه که خواست بنوشه با یک نفس ننوشه بلکه با 3 نفس بنوشه. اصلا در رابطه با دست راست باید بگم که دست راست قرار داده شده برای کارهای خوب و دست چپ برای کارهای ناپسند. مثلا در حدیث آمده که امام ابو داود رحمت الله علیه خودشان روایت میکنه از حدیث عایشه رضی الله تعالی عنها قالت كانت ید رسول الله صلی الله علیه و سلم الیمنى للطهور و طعامه. دست راست رسول الله صلی الله علیه و سلم برای پاکی و برای غذا خوردن اینها بود. و كانت یده الیسرى لخلائه، اما دست چپشان برای قضای حاجت و اینا استفاده میشد. و اذا شرب فلا یشرب نفسا واحدا، به یک نفس ننوشه. خب وقتی که
با 3 نفس بنوشه این کم 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 این جذب بدن میشه. اگر 1 نفس به 1 مرتبه بنوشه 1 مرتبه وارد میشه و این در حقیقت برای بدن او هم مفید نیست 1 مرتبه نوشیدن و همی که شاید ضررهایی داشته باشه. و در روایت دیگری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء، هرگاهی که از شما نوشید داخل ظرف نفس نکشه و اذا شرب فلا یشرب نفسا واحدا. بله. وبه قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي. محمد بن آدم مصيصي میفرمایند که این شخصیت بزرگوار صدوق است، نسائی فرموده ثقة و این در سال 250 هجری وفات کرده. قال حدثنا ابن ابی زایده. در خیلی از جای ابن ابی زایده میاد و قبلا هم گفتن که نام ابن ابی زایده است یحیی بن زکریا بن ابی زایده. این ابن ابی زایده در حقیقت نسبت به حساب نواسب پدر بزرگ می باشه. ابن ابی زایده در اصل یحیی بن زکریا بن ابی زایده می باشه که قبلا شرح حالشان گذشت. قال حدثنا ابو ایوب یعنی الافریقی. ابو ایوب افریقی میفهمان اسمشان از عبدالله ابن علی. ابو زرع رحمه الله میفهمد که لین الحدیث است و ابن معین میفهمد لیس به بأس، یعنی اشکال نداره روایتش، یعنی روایت کرده میشه مشکلی نداره. ان عاصم نام پدرشان است عاصم ابن بهدله، عاصم بن بهدله. علی المسیب ابن رافع، مسیب ابن رافع اسدی مکنا است به ابوالعلاء الکوفی. و معبد ابن خالد، نام پدر معبد هست خالد و میفرمایند که ثقتون در سال 118 هجری وفات کرده. ان حارثة بن وهب الخزاعی، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. حارثه بن وهب الخزاعی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و علما میفرمایند که این برادر مادری عبیدالله بن عمر می باشه. عبیدالله فرزند عمر، این حارثه بن وهب الخزاعی برادر مادری او می باشه و صحابی است. قال حدثتنی حفصه رضی الله تعالی عنها، حفصه دختر عمر رضی الله تعالی عنه و همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه شوهرش خنیس بن حذافه وفات کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم با او ازدواج کردند. او در سال 45 هجری وفات کرد. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دست راست خودشان رو برای غذایشان، برای نوشیدنی خودشان و برای لباس خودشان قرار میدادن. منظور از این که برای لباس قرار میدادن یعنی اول از دست راست شروع میکردن به پوشیدن لباس، اول دست راست بعد از او با دست چپ. و یجعل شماله لما سوى ذلك، و دست چپ رو برای غیر از آن قرار میدن، یعنی برای خلا و آنچه که مایه اذیت می باشه. بله. وبه قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قانون کلی است که هر چیزی که در حقیقت چیز شریف و با ارزش و خوب و مفیدی باشه با دست راست انجام میگیره
و هر چیزی که ظاهرا ناپسند باشه با دست چپ انجام میگیره. مثلا پوشیدن لباس دیگه امر خوب و مفیدی برای انسان است، باید از دست راست شروع بشه. داخل شدن به مسجد همینطور، مسواک زدن، همچنین ناخن رو گرفتن و هر چیزی که یا مثلا از تشناب بیرون شدن با پای راست انجام بگیره، مصافحه با دست راست انجام بگیره. صحیح شد؟ استلام حجر الاسود رو دست کشیدن با دست راست می باشه. خلاصه ای که هر چیزی که در او خوبی وجود داشته باشه با دست راست است و هر چیزی که ظاهرا ناپسند باشه، اصلا داخل شدن به تشناب یا ای که از مسجد بیرون رفتن یا ای که آب بینی رو بیرون کردن، استنجا زدن، اینا همه باز با دست چپ انجام بگیره بهتر می باشد. و بی قال حدثنا ابو توبه. ابو توبه کنیه است، نامی بزرگوار چه می باشه؟ الربیع بن نافع، ثقة حجة عابد، در سال 241 هجری وفات کرده. قال حدثنا عیسی بن یونس ان ابن ابی عروبه. ابن ابی عروبه نامشان چی می باشه؟ سعید ابن ابی عروبه. ان ابی معشر، ابی معشر کنیه هست، نامشان چی می باشه؟ علما فرمودن زیاد ابن کلیب حنظلی نامشان می باشه. علامه نسائی و ابن ابان او رو توثیق کردن، در سال 119 هجری وفات کرده. ان ابراهیم، مراد از ابراهیم کی است؟ ابراهیم ابن یزید نخعی، ابراهیم نخعی مشهور است. عن الاسود، این اسود کی می باشه؟ عن الاسود ابن یزید، اسود ابن یزید. عن عایشه رضی الله تعالی عنها. خب عن ابراهیم عن عایشه رضی الله تعالی عنها قالت كانت ید رسول الله صلی الله علیه وسلم الیمنى لطهوری و طعامی، دست راست رسول الله صلی الله علیه وسلم برای پاکی و برای غذایش بود. و كانت ید الیسرى لخلائه و ما كان من اذى، دست چپشان برای قضای حاجت و یعنی برطرف کردن قضای حاجت و همچنین آنچه که مایه اذیت بود. بله. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. بسیار خوب. این سند رو امام ابو داود رحمه الله ذکر کرد تا فقط بیان بکنه که روایت قبلی منقطع هست. روایت قبلی منقطع است، بین ابراهیم و بین عایشه رضی الله تعالی عنها انقطاع وجود داره. یعنی ابراهیم نخعی مستقیما از عایشه رضی الله تعالی عنها نشنیده، اما این سند رو که ذکر کرد نشان میده که بله ابراهیم از اسود ابن یزید شنیده و اسود ابن یزید از عایشه رضی الله تعالی عنها شنیده. میفرماید و بی قال حدثنا محمد بن حاتم ابن بزیع، مکنا به ابوبکر بصری می باشه. امام بخاری رحمت الله علیه از این شخصیت روایت کردن و امام نسائی فرمودن ثقتون، در سال 249 هجری وفات کرده. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، میفرماید که امام بخاری رحمت الله علیه فرمودن لیس بالقوی، این شخص قوی نیست. احمد ابن حنبل فرمودن ضعیف الحدیث است یا عبدالوهاب بن عطاء. دارقطنی فرموده ثقتون. به هر حال در سال 204 هجری شخص وفات کرد. ان سعید، سعیدم همون سعید ابن ابی عروبه مراد می باشه. این سند برای ما نشان میده که ابن ابی عروبه که در ما قبل گفته شد نامش هست سعید ابن ابی عروبه. ان ابی معشر، ابی معشر نامش می باشه زیاد ابن کلیب، زیاد ابن کلیب. ان ابراهیم، ابراهیم ابن یزید نخعی. عن الاسود، اسود ابن یزید. عن الاسود، اسود ابن یزید. میفرمان ثقة مکثر فقیه، ثقه است، روایات بسیار زیاد را هم روایت کرده و شخص قابل اعتماد می باشه و در سال 75 هجری وفات کرده. ان عایشه رضی الله تعالی عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم به معناه، معنای همون روایت قبلی بزرگوار حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کردن. بله. باب في الاستتار في الخلاء.
وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال أبو داود: رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحميري قال: ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير. قال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب فی الاستتار فی الخلاء، در وقت قضای حاجت رفتن خود رو انسان خوب پنهان بکنه. علما میفرمایند که قبلا هم تقریبا با همین عنوان گذاری کرد، باب التخلی. اینجا هم باب فی الاستتار فی الخلاء تقریبا یک چیز است، اما میفرمایند فرق میکنه. تخلی یعنی که خوب از چشم مردم دور شدن، یعنی به حضور مردم قضای حاجت نکردن، بلکه از چشم مردم دور شدن، رفتن به خلا، به فضای باز. اما اینجا که فرموده الاستتار فی الخلا، یعنی اگر میره شخص دور از چشم مردم هم میره، باز هم همونجا باید یک جای پنهانی باشه، اینطور نه که وسط صحرایی که از دور مشاهده بشه قضای حاجت بکنه. خیر، اما قدر که دورم میره چشم مردم پنهانم میشه، باز هم خود رو بپوشانه. و به قال حدثنا ابراهیم بن موسى الرازی. هر جایی که رازی آمد این نسبتی است به طرف شهر ری داده شده. شهر ری در نزدیک تهران می باشه، تهران امروزی. امام فخر رازی رحمت الله علیه، ابن ابی حاتم رازی رحمت الله علیه، این امام فخر رازی از تهران بوده، از شهر ری بوده، اما چون هرات معدن و مرکز علم بوده، از اونجا شخصیت بزرگوار آمده، از اینجا کسب فیض کرده و همینجا هم وفات کرده. خیلی شخصیت های بزرگوار دیگری هست که ما در کتب میخوانیم که اینا رازی هستن، یعنی همون از اهل ری می باشن، شهر ری. و میبینیم که در اون زمان هم شهر ری یک مرکزی از علم بوده، اما بعدها توسط صفوی‌ها میبینیم که هم از بین رفتن، علما و بزرگوارا و شخصیت ها و دانشمندا هم از بین رفتن و یک افراد نخاله بد عقیده فاسد العقیده بی علم و جاهلی جانشین شدن. و بی قال حدثنا ابراهیم بن موسى الرازی، در سال 220 این شخصیت وفات کردن، میگن ثقة حافظ. قال حدثنا عیسی بن یونس، عیسی بن یونس روایت کرده عن ثور. ثور کی است؟ ثور ابن یزید. ثور ابن یزید رحبی براش میگن و کنیش هست ابو خالد الحمصی. ثقة ثبت، ثقة ثبت، در نهایت تعدیل قرار داره. ها الا انه یرى القدر، یم به نوع اندیشه اعتزالی و فکر اعتزالی و قدری داشت. و جد ثور در جنگ صفین که بین معاویه و علی رضی الله تعالی عنه در گرفت، جد او و پدر بزرگ او همراه معاویه بود که در جنگ صفین کشته شد. اینجا بود که هرگاه نام علی گرفته میشد این ثور خوشی نمی آمد. خوشی نمی آمد. چی میگفت؟ لا احب رجلا قتل جدی، او شخص رو دوست ندارم که او پدر بزرگ ما رو کشته. یعنی گویا که به نوعی جزء نواصب هم بود، یعنی دشمنی اهل بیت در دلش وجود داشت. اهل سنت هیچگاه دشمنی اهل بیت رو در دل نداره. نه ما مثل روافض هستیم که دشمنی صحابه رو دل داشته باشیم، و نه ما مثل نواصب هستیم که دشمنی اهل بیت رو در دل داشته باشیم. نه خیر، اهل سنت و الجماعت اعتدال است، هم صحابه رو محبت میکنه و هم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله رو محبت میکنه. پس این شخص هم به نوعی عقیده قدری داشت و هم به نوعی جزء نواصب بود. در سال 150 هجری وفات کرد.
اما در روایت حدیث قبلا گفته شد که روایت اهل بدعت قابل قبول می باشه به شرطی که اونها داعی به طرف بدعت نباشه و دروغ رو جایز نشماره و سومی که مشهور در بدعت نباشه و همچنین اون روایتی که ذکر میکنه در تأیید بدعت او نباشه. عن الحسین الحبرانی، حسین نام پدرش عبدالرحمن می باشه، حسین ابن عبدالرحمن. علامه ابن حبان او رو جزء ثقات یاد کرده که ثقه است، اما امام ذهبی فرموده لا یعرفه، اصلا این شخص شناخته شده نمی باشه، شناخته شده نمی باشه. عن الحسین الحبرانی عن ابی سعید الحبرانی، از ابو سعید حبرانی روایت کرده. حالا این ابو سعید اسمش چی می باشه؟ بعضی فرمودن اسمش زیاد هست، بعضی فرمودن که اسمش عامر می باشه و بعضی فرمودن عمر ابن سعد می باشه. عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال من اکتحل فلیوتر، هر کسی که از سرمه استفاده میکنه پس سعی کنه که طاق باشه، استفاده کردن او طاق باشه. من اکتحل فلیوتر، مراد از این که از سرمه استفاده میکنه طاق باشه چی است؟ بعضی از علما فرمودن که یعنی که هر چشم خود رو مثلا 3 مرتبه بزن، یک چشم 3 مرتبه، چشم دیگر هم 3 مرتبه. بعضی دیگه از علما فرمودن که مجموعاً 2 چشمی که استفاده میکنه از سرمه طاق باشه. اگر به یکی مثلا 3 تا بزنه، به یکی دیگر باز 2 تا بزنه که مجموعاً 5 تا بشه و طاق باشه، فرد باشه، جفت نباشه. چرا؟ قانون کلی داریم که ان الله وتر یحب الوتر، الله جل جلاله طاق است و طاق رو دوست داره. این خاطر حتی در سرمه استفاده کردن هم این رو باید در نظر بگیریم. من اکتحل فلیوتر، کسی سرمه استفاده میکنه پس طاق بکنه. من فعل فقد احسنه، کسی که این کار رو بکنه یعنی طاق استفاده بکنه خوب کاری کرده. و من لا، کسی که نکنه یعنی جفت باشه استفاده کردنش، فلا حرج، اشکال نداره. و من استجمر فلیوتر، هر کسی که میخواهد استنجا بزند از سنگریزه های کوچک استفاده بکنه و استنجا بزنه پس از وتر استفاده بکنه. یعنی چی؟ یا از 3 تا سنگریزه، یا از 5 تا، یا از 7 تا، یا همی که اگر خیلی نیاز نبود از یکی استفاده بکنه وتر باشه. بعضی فرمودن من استجمر فلیوتر همین معنا داره که هر کس که در وقت استنجا از سنگریزه های کوچک استفاده میکنه او طاق استفاده بکنه. یک ترجمه است. یک ترجمه دیگر این است که استجمار در اینجا معنی چی است؟ بخور است. یعنی وقتی که میت یک کسی مرده اما اطراف به هر حال جنازه او رو از خوشبویی استفاده بکنه و این طاق باشه. مثلا 1 مرتبه یا 3 مرتبه یا 5 مرتبه اطراف اون میت رو چیکار بکنن؟ از خوشبویی استفاده بکنن. هر دو تا میتونه درست باشه، هم به معنی استنجا زدن با سنگ طاق باشه و هم از بخور استفاده کردن طاق باشه. من استجمر فلیوتر، این دلیل احناف است. دلیل احناف است. ما احناف قائل بر این هستیم که اینجا امر وجوبی نیست، بلکه امر استحبابی است که بهتر همی است که شما طاق استفاده بکنین، 3 تا 5 تا 7 تا، در حالی که امام شافعی رحمت الله علیه از 3 تا سنگ استفاده کردن رو واجب میدانن به دلایل دیگری از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما میگیم نه خیر، مهمی است که طاق باشه. حالا گاهی اوقات نیاز است که 3 تا استفاده بشه، گاهی اوقات نیاز به 5 تا است، گاهی اوقات نیاز به 7 تا و 9 تا اینها می باشه. من فعل فقد احسنه، هر کسی که این کار رو بکنه کار نیکی کرده، یعنی از طاق استفاده بکنه. و من لا فلا حرج، و کسی که نکنه اشکالی نداره. پس این دلیل احناف است برای که استفاده کردن از 3 تا سنگریزه این واجب نمی باشه، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که وتر باید باشه و هر کسی که این رو بکنه یعنی وتر باشه، 5 تا و 7 تا و 3 تا اینا باشه، کار خوبی کرده. اگر نه از 4 تا استفاده کنه، از 2 تا استفاده بکنه، به اندازه ضرورت. مهم همی است که به اندازه ضرورت باشه. و من اکل فما تخلل فلیلفظ، اگر کسی چیزی خورد آنچه که به وسیله خلال دندان بیرون کرد
پس او رو باید چیکار کنه؟ بیرون بیاندازه. فلیلفظ یعنی که او رو بیرون بیاندازه. خود لفظ به معنی رمی هست، انداختن. اکلت التمرة و لفظت النواة، خرما رو خوردم و هستی او رو انداختم. لفظ رو هم لفظ میگن چون که انسان از دهان خودش بیرون میاندازه. پس من اکله فما تخلل فلیلفظ، کسی چیزی خورد، مثلا گوشتی خورد و در لابلای دندان او گیر کرد، حالا از خلال دندان استفاده کرد، او رو دیگر باز قورت نده بلکه او رو بیرون بیاندازه. چرا؟ علما میفهمن که چون عموما چنین چیزهایی به همراه خون بیرون میشه و خونم باید بیرون انداخته بشه، نباید که خورده و بلعیده بشه. و مالک بلسانه فلیبتله، اما آنچه که با زبان خودش با خارج کرد، یعنی زبان خود رو داخل دندانهای خودش چرخاند و چیز رو بیرون کرد، او رو میتونه چیکار بکنه؟ او رو ببلعه. و مالاک، لاک یعنی چی؟ ما اخرجه، آنچه که بیرون کرد، بلسانه یعنی به ادارت لسانه، با دور دادن زبان خودش که اونها رو خود به خود با زبان بیرون کرد، فلیبتله، او رو قورت بده، مشکلی نداره. من فعل فقط احسنه، کسی که چنین بکنه او کار خوبی کرده. چرا؟ چون جنبه احتیاط رعایت کرده که مبادا به همراه او چیزی که با خلال بیرون کرده و گوشتی که از لابلای دندانا به همراه خلال بیرون کرده، شاید که به همراه خودش مقدار خون داشته باشه، او رو نبلعیده، بیرون انداخته، به احتیاط عمل کرده و عمل به احتیاط کار بسیار نیکی می باشه. خیلی از مسائل هست فتوا یک چیز می باشه، تقوا چیز دیگر می باشه. اینجا به تقوا عمل کردن مناسب می باشه. و من لا فلا حرج، کسی که نکرده کار رو اشکالی نداره، حرجی نیست. و من اتى الغائط فلیستتر، هر کسی که اراده رفتن به قضای حاجت رو داره، خوب خود رو بپوشانه. فإن لم یجد فلیستتر یعنی چی؟ خود رو پنهان کنه، خود رو مخفی بکنه، خود رو بپوشانه از چشم دیگران. فإن لم یجد الا ان یجمع کثیبا من رمر فلیستدبره، اگر هیچ چیزی نیافت، مثلا نه درختی بود، نه ساختمانی بود، نه تپی بود، هیچ چیز نبود که برای خود رو پشت و پنهان بکنه، میگه یک مقداری چی میگن، سنگریزا رو جمع بکنه با بالای همدیگر، برای خودش یک تپککی جورو بکنه و پشت او خود رو پنهان بکنه. فإن لم یجد الا ان یجمع کثیبا من رمل، اگر نیافت چیزی برای که خود رو پشت او پنهان بکنه، الا ان یجمع کثیبا من رمل، مگری که جمع بکنه یک تپی از رمل، این سنگریزه ها و اینها، فلیستدبره، پس خود رو پشت او پنهان بکنه. فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، چرا که شیطان بازی میکنه با پشت انسان. من فعل فقد احسن، هر کسی که کارو بکنه کار نیکی کرده. و من لا فلا حرج، و کسی که چنین نکنه اشکالی نداره. دقت بکنین، این دو صورت داره. اگر شخصی برای قضای حاجت رفته بود و از چشم دیگران کاملا پنهان بود، باز هم ادب تقاضا میکنه که یک چیزی جلوی خودش قرار بده و خود رو پشت او پنهان بکنه، ولو که هیچ کس هم نمیبینه. این کار انجام دادن این تقوا هست، این ادب است، این در حقیقت کار نیکی می باشه. اما اگر جایی بود که به چشم دیگران می آمد، ولو که دورتر بود اما در چشم دیگران می آمد و مشاهده می شد، اونجا دیگه خود رو پنهان کردن واجب می باشه. چرا؟ چون افراد نگاه میکنه. و منظور این حدیث که اینجا فرموده فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدمی، در صورتی است که انسان خود رو نپوشه، یعنی خود رو پنهان نکنه، شیطان میاد بازی میکنه. منظور از بازی کردن چی است؟ در دل دیگران وسوسه ایجاد میکنه که به مقعد او نگاه بکنه و او رو نگاه بکنه. این خودش در حقیقت بازی کردن میباشه. قال ابو داود رحمه الله رواه ابو عاصم عن ثور قال حسین الحمیری. اینجا هدف امام ابو داود رحمت الله علیه از این قال ابو داود چی است؟ بیان اختلاف است. روایتی که عیسی بن یونس، یعنی روایتی که حالا خواندم، روایت عیسی بن یونس چی گفته؟ حسین الحبرانی، در حالی که روایت ابو عاصم عن ثور اینجا چی گفته؟ حسین الحمیری گفته. یعنی امام ابو داود رحمت الله علیه
همین روایت رو از طریق دو سند ذکر کردن. در یک سند آمده حسین الحبرانی و در سند دیگر آمده حسین الحمیری. امام ابو داود رحمت الله علیه اینم ذکر کرد، اونم ذکر کرد. میخواد برای ما بیان بکنه که هر دو تا درست است، هم حسین الحبرانی هم حسین الحمیری، هر دو یک نفر می باشند. چرا؟ چون حبران یک تیری از قبیله حمیر می باشه، هم به طرف تیره و هم به طرف قبیله نسبت داده شده. یک مرتبه گفته شده حسین الحبرانی و یک مرتبه گفته شده حسین الحمیری. پس قال ابو داود رواه ابو عاصم. مراد از ابو عاصم کی است؟ علما فرمودن ابو عاصم ضحاک بن مخلد. ضحاک بن مخلد نام او می باشه، ملقب است به النبیل البصری. النبیل البصری و ثقة ثبت، در سال 212 هجری وفات کرده. عن ثور قال حسین الحمیری. پس اینجا حسین حمیری گفت، در سند قبلی گفت حسین الحبرانی. هر دو یک نفر هستن. حبران تیره می باشه و حمیر قبیله می باشد. یک قال ابو داود، قاله دومش باز اشاره به تفیجی داره. و قال و رواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال ابو سعید الخیر. قال ابو داود ابو سعید الخیر هو من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم. دقت بکنیم، این قال ابو داود هدفش چی است؟ هدفی است که در سند قبلی اگر دقت بکنیم اونجا چی گفت؟ ابو سعید، و مراد از ابو سعید گفتیم ابو سعید الحبرانی مراد می باشه. اما اینجا باید یک سند دیگر ذکر میکنه، رواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال ابو سعید الخیر. اینجا امام ابو داود رحمت الله علیه میفرماید که ای که بعضی از راویان اینجا آمدن گفتن که مراد از او ابو سعید الخیر می باشه، اشتباه است. ابو سعید الخیر صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشه، اما او ابو سعید حبرانی که قبلا گفته شد او تابعی هست، او تابعی می باشه و این صحابی است. پس این که بعضی از راویان مثل عبدالملک بن صباح عن ثور آمدن گفتن ابو سعید الخیر مراد می باشه، این اشتباه می باشه و این توهم از اونا است، چون ابو سعید الخیر صحابی است و این ابو سعید حبرانی تابعی می باشه. قال ابو داود ابو سعید الخیر هو من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم. ابو سعید الخیر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. پس اون روایتی گفته شد و ابو سعید تابعی می باشه، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. حالا نام ابو سعید الخیر چی است؟ فرمودن عمرو نام او می باشه، عمرو. بله. باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهنداني قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني قال إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام. فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. باب ما ينهى عنه ان يستنجى به. باب در بیان او چیزایی که نهی شده از استنجا زدن به آن. و به قال حدثنا یزید بن خالد بن عبدالله بن موهب الهمدانی، شخصیت بزرگوار، ثقة عابد و مشهور به کنیه خودش می باشه. کنیه‌اش است؟ ابو خالد رملی، در سال 232 هجری وفات کرده. اخبرنا المفضل یعنی ابن فضالة المصری. مفضل بن فضاله مکناس به ابو معاویه، این شخصیت بزرگوار قاضی مصر بوده. ثقة فاضل عابد، در سال 181 هجری وفات کرده. عن عیاش بن عباس القتبانی،
عیاش ابن عباس قطبانی حمیری مکناس به ابو عبدالرحیم مصری ثقتون در سال 133 هجری وفات کرده. ان شویم ابن بیتان، هم شویم هم شیعیم هر دو تلفظ میشه. شویم ابن بیتان اخبره شویم بن بیتان، این شخص که می باشه ای هم فرمودن ای ثقتون، یک راوی ثقی می باشه. القطبانی قال اخبره عن شیبان القطبانی، شیبان قطبانی نام پدرش امیه می باشه، مکناس به ابو حذیفه مصری، مجهول. علما فرمودن که این مجهول است، یعنی در روایاتی نیامده، فقط در همین روایت آمده، الله اعلم که چطور شخصیت می باشه. قال ان مسلمة ابن مخلد، مخلد بر وزن محمد می باشه صلی الله علیه وسلم. ان مسلمة ابن مخلد، این شخصیت بزرگوار کی است؟ انصاری، ساکن مصر بوده و در ایام معاویه رضی الله تعالی عنه این والی مصر بوده. خود مسلمه میفرماید که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره هجرت کردن، در همون وقت ما به دنیا آمدم، وقتی که وفات کردن ما 10 ساله بودم. امام بخاری رحمت الله علیه میفرماید که این مسلمه بن مخلد صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشه و فرمودن علما که مدت ولایت و حکومت در مصر و افریقا تقریبا 16 سال بوده، در سال 62 هجری وفات کرده. قال ان مسلمة ابن مخلد استعمل رویفع بن ثابت على اسفل الارض. دقت بکنید، مسلمه بن مخلد که است والی معاویه رضی الله تعالی عنه در سرزمین مصر بود، در گویا که ولایت مصر بود. او زمان خب ولایت بود، حالا شده یک کشوری، در ولایت مصر بود. باز مسلمه بن مخلد گویا که رویفع بن ثابت رو به عنوان ولسوال تعیین کرده بود علی اسفل الارض، به پایین زمین مصر. اینجا مراد از ارض مصر می باشه، علی اسفل ارض مصر، به پایین، یعنی به استه پایینی سرزمین مصر، به اونجا رویفع بن ثابت رو به عنوان امیر تعیین کرده بود. رویفع بن ثابت هم صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشه و زمانه معاویه رضی الله عنه به عنوان امیر طرابلس مقرر شد. در سال 56 هجری وفات کرد رویفع. پس مسلمه ابن مخلد استعمل رویفع بن ثابت على اسفل الارض، یعنی مسلمه بن مخلد باز والی بود و رویفع بن ثابت رو به عنوان ولسوال تعیین کرد به قسمت پایینی زمین مصر. قال شیبان، یکی از راوی‌ها چی بود؟ شیبان نام داشت، شیبان ابن امیه. میفرماید فسرنا معه من کوم شریک الى القما، میفرماید که ما به همراه همین رویفع حرکت کردیم از کوم شریک. کوم اسم یک سرزمین است. این کوم شریک چرا گفته میشه؟ شریک میفرمایند که شریک ابن سمی مرادی صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشه. اما چرا نام او سرزمین رو گذاشتن کوم شریک؟ میفرمایند به خاطری که وقتی که عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه رفت که اسکندریه رو فتح بکنه، در جلودار لشکر او همین شریک بود، شریک ابن سمی بود و در مقابل رومی ها جنگ صورت گرفت. به این خاطر همین شریک ابن سمی به همراه تعدادی از افراد خودش به همین کوم آمد، همین سرزمین کوم. به این خاطر کوم رو کوم شریک میگفتن، یعنی همین سرزمین رو نسبت دادن به طرف شریک. میفرماید که ما به همراه رویفع حرکت کردیم از کوم شریک به سمت القما یا از القما به سمت کوم شریک. اینجا از راوی شک صورت گرفته که آیا ابتدای حرکتشان کوم شریک بود به سوی القما یا که از القما بود به سوی کوم شریک. یرید و القام، قصد رویفع رفتن به سرزمین دیگری به اسم القام بود. خلاصه یکی توضیحات اضافی میده. فقال رویفع که صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشه اینجا چند نکته رو گفته. دقت بکنه. نکته اولی که گفت، یعنی منظورش میخواست بیان بکنه که ما از صحابی قدیمی رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشم و چیزهایی رو دیدم که شاید خیلی دیگر ندیده باشن. مثلا یکی از چیزهایی که دیدم، شخص
یک شتر مردنی که عنقریب بمیره داشت. شتر نه چاق بود نه شتر قوی بود، همون شتر لاغر مردنی خود رو به یک نفر مجاهد میداد. میگفت تو برو جهاد، هر چی که به دست آوردی از غنیمت نصفش از تو باشه و نصفش از ما باشه. یعنی این نشان میداد که چقدر اون زمانه فقر و بیچارگی و تنگدستی بوده که یک شتر لاغری که عنقریب است بمیره، حتی از امو هم کار میگرفتن در جنگ از نداشتگی، و باز هر چی که به دست می آمد نصف نصف میکردن. و همچنین ایران بیان میکنه که در اون زمانه از بس تنگی بود، حتی یک تیر بین دو نفر تقسیم میشد. تیر میفهمد چند قسمت تشکیل شده. یکی از سر تیر است که اون قسمت آهنی تیز میباشه، سر تیر. یکی از او پری که در زمانه قدیم به عقبی گذاشته میشد تا به هدف برخورد بکنه، پر. و یکی دیگه هم چوب است. میفرماید که همه قدر فقر و تنگدستی بود که حتی یک تیر بین دو نفر تقسیم میشد. چطور؟ چوبی از یک نفر میشد و او سر آن، اما آهنی که در سر او است و پری که در عقب او است، او باز به یک نفر دیگر داده میشد. اینا همه رو میخواد بیان بکنه رویفه که ما یعنی از اون صحابه قدیمی هستم که از ابتدای غزوات رسول الله صلی الله علیه و آله به همراه رسول الله صلی الله علیه و بودم و حرفی هم که میزنم حرف ما دقیق است. یعنی شما باید قبول کنید که ما صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله هستم و حرفی که میزنم حرف ما دقیق است. ببینیم چه میگه. ان کان احدنا فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله، یکی از ما در زمانه رسول الله صلی الله علیه و آله بگونی بود، لا یاخذ نضو اخیه، میگرفت نضو اخی. نضو چی است؟ علما میفهمند که نضو الدابه التي اهزلتها الاسفار و اذهبت لحمها، او حیوانی که خیلی لاغر شده باشه بر اثر کثرت سفر و گوشت او خورده شده باشه و گوشت او گویا که نابود شده باشه، لاغر مردنی. پس نضو اخیه یعنی همون شتر لاغر مردنی. یکی از ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همون شتر لاغر مردنی برادر خودش رو میگرفت، علی ان له النصف مما یغنم ولنا النصف، که برای او نصف باشه و برای صاحب شتر هم نصف باشه. و ان کان احدنا لیطیر، و همان یکی از ما بود که لیطیر، اینجا لیطیر معنی لیحصل، حاصل میشد برای او النسل و الریش، نسل همو آهن تیزی که سر تیر می باشه او رو نسل میگن، و ریش همو پری که به آخر تیر زده میشه. یعنی برای یک نفر همو آهن تیز سر تیر و پر میرسید، وللآخر القدح، و برای دیگر همو چوبی که در تیر استفاده میشه همو میرسید. یعنی به همین هم خوش بودم، از بس فقر و ناداری بود. ثم قال، بعد از او فرمود، قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما فرمودن یا رویفه. اینا همه مقدمه چینا به خاطر چی بود؟ به خاطر که بگه که ما صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشم و این زمانی رم دریافت کردم که اینقدر فقر و بیچارگی و تنگدستی بوده ها. اینطور زمانی هم بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز 100 شتر برای هر کدام از افراد میدادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من فرمودن یا رویفه لعل الحیات ستطول بک بعدی، شاید که زندگی بر تو طولانی بشود بعد از من. این یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه که در حقیقت اشاره کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم که شاید که تو بعد از ما مدت بسیار زیادی زندگی بکنی، و همینطور هم شد. میفرمایند که شخصیت بزرگوار حضرت رویفه تا مدت بسیار زیادی زندگی کرد، تا مدت زیادی زندگی کرد، حتی سال 53 هجری در آفریقا وفات کرد و فرمودن هو آخر من مات بها من الصحابه، آخرین صحابی که در آفریقا وفات کرد همین رویفه می باشه. و از معجزات رسول الله صلی الله علیه و از خبرهای غیبی رسول الله صلی الله علیه و می باشه که همونطور اتفاق افتاد. لعل الحیات ستطول بک بعدی، شاید که زندگی برای تو بعد از من طولانی بشه. فاخبر الناس، بس برای مردم خبر بده، انه من عقد لحیته، هر کسی که ریش خود رو گره بزند، او تقلد وترا، یا یک تعویزی آویزان بکند، او استنجا برجیع دابت، یا که استنجا بزنه به پسفکنده حیوانی، او عظم، یا استنجا بزنه به وسیله استخوانی، فإن محمدا صلی الله علیه و سلم منه بریء،
من رسول الله صلی الله علیه وسلم از او بیزار می باشم. خب چند چیز اینجا ذکر شد. من عقد لحیته، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشه که چه کار بشه؟ ریش تسریح بشه، یعنی که ریش چه کار بشه؟ رها کرده بشه و خوب شانه کرده بشه. این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشه. اما ای که کسی بیای گره بزنه خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کرده. او تقلد وترن، یا ای که بیای یک نخی آویزان کنه یا تعویزی آویزان بکنه به خاطر چی؟ دفع چشم زخم. شاید دیده باشن بعضی از افراد چیکار میکنن؟ یک تعویزی یا یک نخی یا یک چیزی رو آویزان میکنن تا چشم زخم نشه. چشم زخم یعنی چشم نشه. اینم رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردن. او استنجا برجی دابت و عظم، یا که استنجا بزنه به پسافکنده حیوانی یا استخوانی. فإن محمد صلی الله علیه و سلم منه بریون. چرا؟ چون پسافکنده حیوان خودش نجس می باشه، نجاست رو با نجاست کی میشه برطرف کرد. یا استخوان رو چرا نهی کردن؟ به خاطری که استخوان غذای جنیات می باشه. در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن فإنه زاد اخوانکم من الجن، این غذای برادران جنی شما می باشه. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه چیزها نهی کردن. بله. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود حصن أليون بالفسطاط على جبل. قال أبو داود هو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان یا شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا. همین حدیث برای بیان کرده. ان ابی سالم الجیشانی، از ابو سالم جیشانی. ابو سالم نامشان چی باشه؟ سفیان بن هانئ. سفیان بن هانئ میفرمایند تابعی مخضرم. تابعی مخضرم. قبلا مخضرم گفته شد که کسانی هستند که زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دریافتن و شاید رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم دیده باشن، اما در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان نشدن، بلکه بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان شدن. اینها تابعی مخضرم هستن، یعنی صحابی نمی باشن. این شخصیت ابو سالم الجیشانی این هم تابعی مخضرم می باشه. عن عبدالله ابن عمرو، از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه روایت کرده. کنیو می باشه ابو محمد، بعضا گفتن کنیو از ابو عبدالرحمن. احد السابقین المکثرین من الصحابه، یکی از صحابی است که بسیار زیاد روایت کرده. تقریبا حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص 2000 و چند صد حدیث روایت کرده، یعنی دومین یا سومین راوی می باشه که حدیث زیادی رو روایت کرده. احد العبادله، یکی از عبدالله ها می باشه. بعضا عبادله ثلاثه میگن، بعضیا عبادله اربعه میگن. عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عمرو ابن عاص، اینا عبادله اربعه می باشن. 4 تا عبدالله و همه اینا عالم بودن. عبدالله ابن عباس میبینیم که بزرگترین مفسر قرآن امت. عبدالله ابن مسعود یکی از فقهای بزرگ. عبدالله ابن عمر یکی از فقهای بزرگ و عبدالله ابن عمرو ابن عاص یکی از محدثین بزرگ. هر 4 تا عبادله که هست، هر 4 تا عبدالله عالم بودن و عبدالله ابن عمرو ابن عاص در طائف وفات کردن. ان عبدالله ابن عمرو ابن عاص یذکر ذلک، میفرماید که همین ابو سالم الجیشانی رو ذکر کرده. و هو معه مرابط، در حالی که همین ابو سالم جیشانی به همراه عبدالله ابن عمرو ابن عاص مرابط بود. مرابط کی رو میگن؟ کسی که در سر مرز نگهبانی بکنه، در سر مرزهای اسلام نگهبانی بکنه.
مرابط بحسن باب الیون. این بزرگوار هر دو تا ابو سالم جیشانی و عبدالله ابن عمرو هر دو تا مرابط بودن، یعنی مرزداری میکردن در قلعه‌ای که در دروازه الیون هست. الیون نام یک شهر می باشد. مدینه مصر قدیما، برای شهر مصر قدیم الیون گفته میشد. و مسلمان ها وقتی که شهر رو فتح کردن نام او رو فستاد گذاشتن. فستاد اول نام او الیون بود، بعدن باز مسلمان ها که فتح کردن نام او رو فستاد گذاشتن. چرا فستاد؟ فستاد یعنی خیمه بزرگ. حضرت عمرو بن عاص وقتی که مصر رو فتح کردن و این سرزمین رو فتح کردن، یه خیمه بسیار بزرگی قرار دادن و لشکرشان همونجا بود، مسجد جامی هم همونجا ساختن. خلاصه ای که نام همون شهر شد فستاد. قال ابو داود حصن الیون بالفسطاط علی جبل. همین قلعه الیون در شهر فسطاط هست، بالای کوه. یعنی اینجا حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه بیان میکنه که همین قلعه الیون در کجا هست. میگه در شهر فسطاط میباشه، بالای کوه. باز یک قال ابو داود دیگه داره، میفرماید که در روایت قبلی آمد شیبان آمد، یک راوی به عنوان شیبان. میفرماید کدام شیبان است؟ میفرماید هو شیبان ابن امیه. اونجا که گفت قال شیبان بن امیه است، یکنا ابا حذیفه، که کنیه ابو حذیفه میباشه. بله. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال اخبرنا روح بن عباده. قبلا هم گفته شد حدثنا سماع عن الشیخ می باشه و اخبرنا القراءة علی الشیخ می باشه. استاد اگر خودش الفاظ حدیث رو بخونه شاگردا بشنون میشه سماع عن الشیخ، حدثنا استعمال میشه. و اگر شاگرد بخونه و استاد بشنوه این قراءت علی الشیخ میشه و اخبرنا استعمال میشه. روح بن عباده کی می باشه؟ میفرمایند که ثقة فاضل، در سال 205 هجری وفات کرد. قال حدثنا زكريا بن اسحاق. زكريا بن اسحاق مكي ثقة رمي بالقدر. قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انصاري رضي الله تعالى عنهما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتمسح بعظم او بعر. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را نهی کردن از این که استنجا بزنیم. نتمسح یعنی نستنجیه. بعظم او بعر، با استخوان یا با پشکل حیوانات. علتش چی می باشه؟ استخوان رو گفتیم چون خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در جای علت رو بیان کردن فانه زاد اخوانکم من الجن. این غذای برادران جنی شما می باشه و وقتی که غذای اونها باشه نباید که آلوده بشه. استخوان غذای جنیات که باشه نباید آلوده بشه. و حتی در روایت بعدی میاد که جنیات آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت کردن که صحابه تو میان از استخوان استفاده میکنن و استخوان ها رو آلوده میکنن. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه رو نهی کردن از این که با استخوان استنجا بزن. او بعرن، یا از استنجا زدن به وسیله پشکل حیوانات ما رو نهی کردن. چرا؟ چون خودش نجس می باشه. نجس رو کی میتونه پاک بکنه؟ بلکه آلوده تر میکنه. در نزد ما احناف میگم که اگر کسی از پشکل حیوانات استفاده کرد که خشک بود و خود رو پاک کرد، این جایز هست به همراه کرایت. اما امام شافعی رحمت الله علیه میفرماید چون خود او نجس است این محل رو نجس میکنه و محل پاک نشده بلکه آلوده تر شده و باید حتما از آب استفاده بشه. اختلافی است که بین ما و امام شافعی رحمت الله علیه وجود داره. بله. وبه قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
و بی قال حدثنا حیوة بن شریح الحمصی، قبلا گفته شد که مستجاب الدعوه بود. قال حدثنا ابن عیاش، ابن عیاش کس اسماعیل ابن عیاش صدوق و در سال 182 هجری وفات کرده. ان یحیی ابن ابی عمرو السیبانی، این میفرمایند که مکناس به ابو زرعه حمصی ثقتون، در سال 148 هجری وفات کرده. ان عبدالله ابن الدیلمی، عبدالله ابن فیروز الدیلمی، نام پدر او فیروز هست و دیلمی در حقیقت نسبت او هست. ان عبدالله ابن فیروز الدیلمی المقدسی، میفرمایند کان یسکن به بیت المقدس، در بیت المقدس زندگی میکرد. ثقتون من کبار التابعین، قابل اعتماد است و از بزرگان تابعین می باشه. در سال 32 هجری فرمودن که خب در سال از کبار تابعین می باشه. بعضی ها می فرمایند که جزء صحابه می باشه، می عبدالله ابن فیروز دیلمی. بعضی ها گفتن که شاید صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله باشه. ان عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود مکناس به ابو عبدالرحمن السابقین، اولین می باشه و از بزرگان صحابه است. عبدالله ابن مسعود کسی است که علامه ابن قیم رحمت الله علیه میفرماید که علم کل صحابه در 6 نفر و علم 6 نفر در 2 نفر میتونیم خلاصه بکنیم، یکی ابن مسعود و یکی علی رضی الله تعالی عنه، یعنی این دوتا عالم ترین صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن مسعود رو به عنوان والی کوفه قرار داد، در سال 32 هجری وفات کرد. عبدالله ابن مسعود میفرماید قدم وفد الجن علی النبی صلی الله علیه و سلم، نمایندگان جنیات آمدن به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. کدام جنیات؟ میفرمایند وفد الجن، اینا جن نصیبین بودن، جن نصیبین، اینا آمدن به خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. تعدادشان را علما ذکر کردن، فرمودن تعدادشان 9 نفر بوده و این حدیث خودش دلیلی بر این است که جنیات وجود دارن، به خلاف ادعی که میگن که جن وجود نداره، این تخیلات ما میباشن. خیر، جن وجود خارجی داره. قدم وفد الجن علی النبی صلی الله علیه و سلم فقالوا یا محمد انها امتك ان يستنجوا بعظم او روثه او حممه، ای محمد صلی الله علیه و سلم نهی کن امت خود را از استنجا زدن به استخوان، چرا؟ چون این غذای ما میباشه. او روثه، یا به نجاست حیوانات، اینا را نهی کن که از نجاست حیوانات هم استفاده نکنن. چرا؟ میفرمان به خاطری که از امون سرگین حیوانات این جنیات برای پخت و پز خودشان استفاده میکردن. او حممت، خاکستر، از خاکستر هم استفاده نکنن. چرا؟ عموما جنیات داخل خاکسترها جوجه میکنن، بچه میکنن. به خاطر خیلی باید احتیاط کرد که اگر جای انسان میره پا روی خاکسترها نگذاره، چون خیلی وقتا اونا بچهای جنیات داخل این خاکسترها میشن، چون خود جن از آتش هست، از آتش میباشه و خاکستر هم بقایای آتش میباشه. خیلی تجربه ثابت کرده کسانی که پا روی خاکستر اینها گذاشتن، جنیات بعدن او رو اذیت کردن و دلیلش همین بوده که شما بچهای ما رو کشتن، بچهای ما داخل خاکسترها بودن. بی خاطر خود جنیات بیچاره آمدن گفتن که از خاکستر استفاده نکنین، متوجه باشن خاکستر این چیزا که هست اینا رو خیلی باید دقت بکنین. مثلا داخل خانه وقتی که شب میشه استخوان رو نگذاره. چرا؟ چون استخوان که بگذاری خود تو اذیت میشی. جنیات میان هی میخورن رفت و آمد میکنن، تو اذیت میشی. استخوان اینا حتما باید از خانه بیرون بشه. حالا بیرون خانه بگذارن که بیان بخورن، اشکال نداره، مداخل خانه گذاشته نشه. فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا، الله برای ما در اینها رزق قرار داده. قال فنهى النبي صلی الله علیه و سلم عن ذلك، رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو نهی کرد. دقت بکنید تا به جنیات آسیبی نرسانی، اونها برای ما آسیبی نمیرسانن. اول آسیب از جانب ما شروع میشه. ما اگر خواسته باشیم غذای اونها رو فاسد کنیم، استخوان اونها رو خراب بکنیم، غذای اونها است خراب بکنیم، خاکستری که بچهای خود داخل او میگذارن او رو خواسته باشیم خراب بکنیم، خب طبعا اونها هم برای ما آسیب میرسانن. وگرنه همانطور که ما ضابطه و قانون داریم و حکومت داریم، قاضی داریم و هر کسی میتونه هر کاری که دلی میخواد و هر جرمی که میخواد انجام بده، همینطور جنیات هم قانون دارن، قاضی دارن، قواعد دارن. هر کسی از پیش خود نمیتونه به کسی آسیب برسانه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.